تو رو خدا هر کسی میتونه به این طفل معصوم کمک کنه. این طفل معصوم همینجا نشسته از دیروز سالا خونریزی داره، نمیدونم خون داره از کجاش میده. تو رو خدا اگه کسی کاری از دستش برمیاد برای این طفل معصوم انجام بده. بعد سلام درود. امروز مورخ 8 شهریور 1404 کسی که سنچکی بود، وضعیتش اصلا مناسب نیست، خیلی وضعش وخیمه. با بگیره خانم سلمانی و سال خانم تحلیل خانم سلطانی برای برای درمانش ما جمعه نوبت خانم سلطانی هستیم برای تحلیل بچه. نه نوبت با سلام. کیس امدادی قچک تحلیل خانواده خانم سلطانی شد که وضعیت وخیم داشت. با پیگیری خانم سلطانی و سال خانم تحلیل خانواده خانم سلطانی دادیم.